امروز تو این ویدیو من برداشتم و یک ریسورس پک ساختم. آره درست فکر کردی. و امروز قراره با ریسورس پک بدوارز پلی بدیم و بعدش اگه میخواید ریسورس پک رو دانلود کنید که 100% نمیخواید میتونید بیاید به دیسکوردمون و پارتای بعدی هم داره این چالش. قراره تو پارتای بعدی ریسورس پک های بهتری بسازید. فعلا یه نسخه بتا بودش و همین دیگه. دمتونم گرم، لایک کنید. دونیم جون مرد، من مردم. قرمز. من چیزایی که درست کردم فایربال کامل میندازه بیرون جدیدن. فایربال بود، شمشیرای وای خیلی چیزا نساختم ولی حالا اشکال نداره. شمشیرای چوبی و آهنی و دایمندی رو ساختم، بعد وولا رو ساختم، تخت نساختم، شمشیر شیشیکته ولی آهنی خیلی قشنگه. TNT ساختم، فایربال ساختم و کلنگم نساختم. حالا ایشالله چیز میکنم میسازمش. اگر میخواید که ریسورس پک های بیشتری بسازم و از این ویدیو بیشتر بذارم حتما لایک کنید و نظرتون رو برام بنویسید. و اگر میخواید ریسورس پک هایی که من میسازم رو دانلود کنید برید همین زیر یه دونه لینک میذارم براتون، میتونید ازش دانلود کنید. خب میریم اینجا، اول چند تا سبز میگیریم، بعد چیکار کنی با سبز دوره بده تو میپیشونی. بابا خب همیشه از این بلاک های اشتباه بدم میاد و اینجوری، ولی یه دونه اینجوری یه دونه اینجوری اضافه اومد یه دونه چوب بود فنس میدیم. اونه بلو 3 نفر مونده، همین الان میتونم برم کیلشون بکنم. آره واقعا قشنگ کیلشون کردم. نورایدم قشنگ میدیم. آنو باید تصمیم بده، بعد راش بدیم. تو وقتی راش ندیم بهتون میرن میان بدم هم میزنن. پس چیکار میکنیم که پلن خیلی عالی دارم. میایین تو دوباره از اینا میگیری، میای اینجا بعد اینا رو که گذاشتی می گلاتون بر میداری، یه دونه از اینا کلی بلاک میگیری، خب خراب میکنی، TNT میگیری یه دونه. این کارا برای من بابا ایزیه. خب برای اینکه پارت قبلی این خر افتادیم پایین 3-4 بار، به خاطر دقیقا همین لگی که الان اومد نفع باید این شکلی بریم. و اگه خب من دست تنها نامردا الان می سمت بده من که چی دقیقا واسه همین میاد. وای بابا خیلی نزدیک بود این دفعه. واقعا من با این دیوایس مشکل دارم. هرچی سریعتر برسیم و بلو رو نابود کنیم. بلو خودش
راش داده یا اصلا AFK یا اصلا وجود داره بلو. آها وای بابا وای الان من به کج همیشه پارکور میکنم. آخ استخون دستم. گاهی وقتا باید تغییر کرد. مثلا چجوری؟ مهم سیک. ای بابا من فهمیدم چیکار کنم. خب آقا اینجا اینا میخواستن سلفی بگیرن با هم دیگه، بعد خودشونو بندازن تو وای، چون تیم میت من میشد رفیق حریفمون و منم گفتم برای اینکه فاینال کیل بگیرم و فاینال کیلم بره بالا برم بکشمشون دیگه. دلخور نباشید داداشم دیگه. آره دیگه اون رد باشه، خدا کنه باشه یعنی دیگه. واسه من سلفی میگیری عوضی؟ الان میام پدر مادر تو من پیوند میزنم. سلفی میگیری ببیر بابا پالش ببیر. حالا ببینم میتونید سلفی بگیرید یا نه. بیا اصلا خودم یه سلفی میگیرم بریدید تو خود چی یعنی. آره دیگه لایک کن ساب کن برو خدا. لایک و ساب کن. فردا میخوام 3 تا ویدیو جدید بذارم برگاتون بریزه. آره بابا من تو 2 روز 5 تا ویدیو عمرم نذارم. وای